عشقت سوختم ای دل کجایی. خب رسیدیم به بخش چهارم دفتر اول مثنوی معنوی از جناب مولانا با این مضمون که از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از خدا جوییم توفیق ادب. منظور از ادب اون تربیتی که حالا مرسومه، اون نه، کلن فضا رو نمیخوام به این سمت بریم که تربیت و فرهنگ ها متاسفانه انسان رو از انسانیت دور کرده، ولی جا داشت که این رو هم بگم که متاسفانه تربیتی که ما به ظاهر تربیت میدونیم بعضن گاهن خیلی وقتها شاید باعث شده که انسان از انسانیت دور بشه. منظور مولانا از ادب آداب هر کاری، آداب هر راهی رو با چه اصولی پیمودن است. از خدا جوییم توفیق ادب. یعنی انسان خیلی، من بخوام مدرنیتش کنم توضیح بدم، انسان یک موجودی که با قابلیت دانلود اطلاعات، گرفتن الهام و پیدا کردن راه مسیر زندگی خودش از طریق الهام دلش. ما عقلمون کار میکنه، عاقلیم، فکر داریم، علم کمکمون میکنه و دانش داریم فلان، ولی چیزی که شاید انسان رو خیلی وقت گمراه کرده عدم آگاهی الهامی و دانش علمی زیادشه. جناب حافظ جالب میگه که بگذار کتاب اول، اگه میخوای هم درس ما بشی بگذار کتاب اول، که درس عشق در دفتر نگنجد. بشوی اوراق گر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. یا تو خود حجاب خودی حافظ، از میان بر حافظ داره به خودش میگه تو دانشت، داناییت، علمی که تو الان داشتی، دانشت باعث خودخواهی، خودپسندی، خود بزرگبینی شد. دانشت باعث حجابت شده. باید ندونی، برای اولین بار ندون. در ابیات قبلی در همین دفتر مثنوی جایش هست که متاسفانه زود گذر کردیم، بیت بی‌نظیری داره، میگه فهم این هوش را به جز بیهوش نیست. تا بیهوش نشی نمیفهمی چی میگه. فهم این هوش را به جز بیهوش نیست. باید بیهوشی تا بفهمی که این هوش چیه. هوشتو باید بذاری کنار، بیهوش نه که حالا بیفتی فلان. ولی جالب اینه که اصلا اتفاقا ای کاش انسان بیفته و هیچ کاری نکنه. برای اولین بار در زندگیش به قول معروف میگه کاری انجام دادن بلد نیستی، هیچ کاری انجام ندادن رو حداقل یاد بگیر. صحبت کردن بلد نیستی، حرف نزدن رو که بلدی. سکوت کن، به سماع بشین، گوش کن. اگر امروز هم من حرف میزنم، صحبت میکنم، باب سخن گذاشتم، فقط دارم درس پس میدم، فقط دارم مروری میکنم، روحانی میکنم از این مسیر، این دفتر. از خدا جوییم توفیق ادب، عرض کردم به معنی آداب پیمودن راه. حالا میتونه راه شر باشه، راه خیر باشه، ولی در مسیر خیر از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. خرابکاری زیاد میکنه بی ادب. افرادی مثل آقای ایکس که با جنگ جهانی فلان و نقش بدهای فیلم زندگی. مثالی میزنه، مائده از آسمان در میرسید، بی شریع و بیع و بی گفت و شنید. مائده منظور روزی از آسمان در میرسید میومد بدون دعوا درگیری و بحث و گفتگو و تلاش و کنکاش. و در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. اشاره بر داستان حضرت موسی و اون بیابان
که بعد از این که با اون معجزات اصلا حالا به داستانی بودنش درست و غلط و این مسائلش که طبیعتاً هر منظوری پشت این داستان 100% درست هست، اشاره به این که معجزات رو دیدند، دریا شکافته شد، ولی وقتی که رسیدن توی اون بیابون گیر دادن گفتن سیر و عدس کو، این مائده آسمانی و به کار سیر و عدس کو، همه چی رو بابت سیر و عدس فروختند. مائده از آسمان در میرسید، بیشری او گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد خوان و نان از آسمان، ماند رنج بیل و زرع و داس ما. منقطع شد خوان و نان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خوان فرستاد و غنیمت بر طبق. عرض کنم که اشاره اینجا از این که منقطع شد خوان و نان از آسمان، من خودم در این چند سال در عرض کردم شغلم، بیزینسم، در مراودات زندگی با افراد مختلف خیلی این رو تجربه کردم که وارد مرحله سخت زندگی و تجربه که میشن بهونه‌گیری ها شروع میشه، زیر همه چی میزنیم و خیلی راحت میگیم این همه کو، حکمت کو، خدا کیه، خدا کو، و کو سیر و عدس، پول کو، ما همش فلان و منقطع شد خوان و نان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و دو، همش رنج موند و طلا شد، بی برکت شد. مائده از آسمان شد آیده، چون که گفت، حالا حضرت عیسی رو میگه که یک شفاعتی کرد و این قضیه دوباره باز شد و باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین، بدگمانی کردن و حرصاوری کفر باشد پیش خانه مهتری. زان گدارویان نادیده ز آز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. ابر اینجاش نکتهش خیلی مهمه، ابر بر ناید، میگه ابر نمیاد بالای سر، ابر بر ناید. اشاره کنم که منظور از ابر، منظور در بحث مثنوی در مسیر عرفان، آب نماد عرض کردم آگاهی و برکت. این ابری که میگه حامل اون برکات حالا برسد. ابر بر ناید پی منع زکات. شما زکات ند. امروز اگر ساسن پاشایی با تمام مشکلاتش نشسته پشت این میز و میکروفون داره این کار رو انجام میده، زکات دانستن این مسائل رو باید پس بده تا برکت بیاد براش. ابر بر ناید، ابر نمیاد، برکت نمیاد پی منع زکات. اگه شما زکات ندی بسته میشه در هر چیزی. ابر بر ناید پی منع زکات، و زنا افتد وبا اندر جهات. منظور از و زنا منظور حالا بحث صرفا کار مستهجن یا بحث و میتونه باشه. تخطی های شهوترانی انسان، خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جور و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز مقام آدمیت. شهوترانی، حالا اینجا مثال، یا هر شهوتی، شهوت به قدرت، شهوت به پول، شهوت به موقعیت، شهوترانی، حتی بحث جنسیش. حالا و زنا افتد وبا اندر جهات. شما شاید وبا رو، شاید من و شما شاید بیماری و مرض رو جدا بدونیم از شهوترانی. یعنی فرمولش در عقل نمی گنجد که شما بری پیش دکتر بگی من وبا گرفتم، بگی به خاطر اینکه شهوترانی کردی وبا گرفتی. اون داستانش یه چیز دیگه است، بیماریش نمیدونم فلانه ایدز، حالا ایدز. ببخشید من خیلی رک صحبت میکنم، مثنوی تعارف نداره و زندگی تعارف نداره. و زنا افتد وبا اندر جهات. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. وقتی که گستاخ میشی، هر چیز بدی و ظلمات، منظور تاریکی که خود انسان در جهلش گیر میکنه. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست.
بیباکی نترسی به عبارت و ترجمه نترسی نیست. بیباکی اینجا بیباکی گستاخی نه اینکه شما جسور باشی. گستاخ اینجا در ببینید ما در مثنوی طرف مقابلمون خداست. یعنی این که من همون انشاللهی که اول میگه حکیم گستاخی کرد، فکر کنه هر یک از ما خود مسیح عالمی است، هر علم را در کف خود مرهمی است. من دوستانی دارم که میگن بیا بشین پیش پای صحبت ما با هم صحبت کنیم مشکل تو نه، مشکل من رو مشکل شما رو باید حق حل کنه، خودش حل کنه. نه این که من اینو بگم. انسان در بازی زندگی هستی به جایی میرسونتش که دیگه هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد و فقط خودش میتونه مسئله رو حل کنه و این میشه قاعده تسلیم، سلم، آشتی با قوانین حق. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پرنور گشته است این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. بی نظیر این دو بیت آخر. از ادب یعنی شما آداب رو بدونید و حرکت کنید، پرنور گشته است این فلک. و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. اینجا ملک به چند معنی من خیلی ملک یعنی قوانین هستی، ملک قوانین ناپیدا. معصوم و پاک اومد یعنی شما دوچار به قانون شما میری، با عشق با ادب میری توی اون ابرهای زیبای حمایت خداوند، میری در حلقه و قلعه حمایت خداوند. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است. هم گرچه بیباکی کند، هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پرنور گشته است این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بد ز گستاخی کسوف آفتاب. من فکر می‌کنم قبلش اشتباه تلفظ کردم. بد ز گستاخی کسوف آفتاب. حالا شما میگه کسوف آفتاب چه ربطی به گستاخی داره؟ اینا همش خیلی ساده داره میگه ربط داره و این ربط تو در 6 دفتر مثنوی توضیح میده. عرض کردم یک جاهایی این معلم با چوب خیلی بی پروا و بی ادبانه‌ای، شاید بی رحمانه‌ای، در یه جا میگه که داستانی داره شاید بی ادبی باشه، میگه که یک الاغی تو یک چاله ادرار کرد. شما اصلا توقع نداری از مولانا اینجور الفاظ. ادرار الاغ اونجا بود، یک خس و خسی خاشاکی روی اون ادرار الاغ شناور بود این ور اون ور. شما تصور کنید حالا چقدر میتونه منفور رو. یک مگسی فکر میکنم نشست روی اون تیکه چوبه و از این ور به اون ور روی ادرار الاغ همجوری شناور بود و میگه من ناخدای عالمم. بله، من ساسان پاشایی یک روزی تصورم این بود که من ناخدای عالمم. شما هم همینطور در مراتب زندگی. یک پدر میتونه در زندگی 4 نفره همسر و فرزندانش فکر کنه هر کاری میکنه درسته، هر چی میگه درسته. منم اسیر این قصه بودم مثل شما و هستم حتی، که روی جلوتر این داستانی که عرض کردم میگه انسان تو اینید، اون همون مگسه‌ای که روی ادرار الاغ روی اون چوب شناوری و میگی من ناخدای عالمم. گاهی مولانا برای اینکه ما رو بیدار کنه همینقدر توهین‌آمیز و خیلی ساده. امروز من میتونم به تمام افراد پیرامونم بگم که من و شما مثل همون مگسیم روی اون چوب، روی اون ادرار الاغ شناور و فکر کنیم که ناخدای عالمیم. بد ز گستاخی کسوف آفتاب. ربطو داره توضیح میده. شد عزازیلی ز جرأت رد باب. عزازیل یعنی اون شیطان که ابلیس که عزیز خود. اصلا ما حالا ملائکی که داریم خیلی ساده میگه اسرائیل ملک موت یعنی قانون مرگ، میکائیل ملک روزی رسانی.
جبرئیل ملک آگاهی رسانی، قانون آگاهی رسانی، و عزازیل یا ابلیس ملکی که نماد توضیح و تشریح تضاد هست، بد و خوب. عزازیل عزیز خدا بوده، عزازیل شد عزازیلی ز جرأت رد باب. ابلیس زمانی که گفت من سجده نمی کنم، من بهترم، و حالا اشاره میکنیم که در این سوره ای از قرآن که توضیح میده راجع به ابلیس چقدر زیبا میگه، چند تا نکته خیلی ساده میگه که سجده کن، میگه نه من بهترم. من و شما هر جا احساس کردیم از دست بغل دستیمون بهتریم، اون ابلیسیم. فقط احساس کنیم بهتریم، همین. متاسفانه من بارها و بارها در زندگیم در هر لحظه، همین امروزش آنه، این نرم افزار در وجود من میگه تو بهتر از فلانی راه میری، یا تو رانندگیت بهتر از تو، بهتر ساز میزنی، تو بهتر چهرت تو بهتر. توهمات من بهتر رو که این ابلیس وجود ماست. وقتی که ما احساس میکنیم بهتریم، همون ابلیس نمود میکنه، ما نماد ابلیسیم. جای دیگه میگه که خب برو بیرون ابلیس، برو از بارگاه، از دربار من بیرون، خدا بده. نمیگه که مقصر من بودم، فکر کردم بهترم. ابلیس میندازه تقصیر خودم، میگه چون تو منو بیرون کردی، منم میرم انسان رو اغوا میکنم. نکته جالبیه که من و شما همش در حال انداختن گردن این و اونیم. خدا که خدا بود، ابلیس انداخت گردنش، گفت چون تو منو بیرون کردی، میرم انسان رو اغوا میکنم. نکته جالبیه. انسان رو اغوا میکنه، چرا یه چیز دیگه نگفت؟ چون انسان رو اغوا کرده به زیبایی‌های زندگی، به شهوت زندگی، به خودخواهی، به خواستن لذت طلبی‌های زندگی اغواش کرده، میکنه. هر لحظه من در هر لحظه میتونم اغوا، درگیر پرخوری، درگیر لذت طلبی، درگیر شهوت، خشم. شد عزازیلی ز جرأت رد باب. از در عزازیل رو بیرون کرد خداوند. و تا اینجا بخش 4 دفتر اول مثنوی با توضیحات به پایان رسید. بریم سراغ بخش 5. ز عشقت